یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که خیلی وقتا فراموش میکنیم قدرشو بدونیم و سپاسگزارش باشیم سلامتیه. وقتی که میتونیم راحت نفس بکشیم، راه بریم، بخندیم، زندگی کنیم، این یعنی خداوند هر لحظه به ما یه هدیه تازه داده. خیلی ها تو همین لحظه آرزو دارن فقط بتونن بدون درد نفس بکشن یا یه روز مثل ما سالم زندگی کنن. پس هر ثانیه از این سلامتی یک نعمت بیکران و دلیل محکمی برای شکرگزاریه. خدایا سپاسگزارم برای قلبی که میتپه، برای بدنی که هنوز قوی و سالمه و برای اینکه هر روز به من فرصت دوباره زندگی کردن رو میبخشی.